بسی زیاد جان چرا جگرخون هستی؟ شکر است نظیر جان. چی بگم برات؟ این بیادر ما شهزاد اخو میفهمم. این بچه در افغانستان دانشگاه میخوان، دانشگاه را اعلا کرده خیست خارج آمد. اینجا ما چون به خودت معلوم است نیست، روز امروز در گشت است، شبم نوقت میه با بچه های بیبندبار گشت و گذار میکنه. امروز از افغانستان به ما زنگ زده بودن، گفتن بیادر تپس دوباره با وطن روان کن. نمیفهم که بچه بیعقل قبول میکنه نمیکنه که رو پس روان کنم. میخوای پس بر افغانستان؟ باید بره با درس تحصیل خود ادامه بده تا که در کشورهای خارجی باشیم، تا که به یه آوارگی به سر ببریم. ما که اومدیم خو یک مشکل بود، از درس ماندیم، ولی بیادر ما نمیخوام که از درس بانم. زنگ بزنیم بیا گپ بزنیم. قبول میکنه نمیکنه. زنگش زده بودم پیشتر، شاید آن درا باشه. السلام علیکم. و علیکم سلام. شریف کسی؟ بیا سلام علیکم. او بچه کجا بودی؟ سلام علیکم. کجا بودی؟ رفته بودم چکر. تو اینجا به چکر زدن آمدی؟ امروز آتون گفت که چکر بریم رخصتیه. ببینه بچه، از این بیشتر دیگه با ما حوصله نموندی. تو اصلا مرا از وقتی که آمدی به فکر آرام نموندی. امروز از افغانستان زنگ زدن، خودت گفتن که عاجل باید ما افغانستان روان کنم. دیگه بدون کدام چونه چرا باید با عجله هم تو افغانستان باید بری. ما دیگه افغانستان نمیرم. چرا او بچه؟ به خاطر چی برم؟ به کدام امید برم؟ افغانستان همش خون است. این طرف میری تاری، اون طرف میری. آیا اینقدر مردمی که در افغانستان زندگی میکنن اونا در خون زندگی میکنن؟ ولی اوش نمیفهمم. ولی برای ما آل شهر ما شهر ترکیه است. آزاد میگردم، آزاد زندگی میکنم. بیو بچه، از این بیشتر اصلا ما خراب نکن. اما تو که تو اگر من خبر میشدم خدا راستی که تو پانتون ایلا کردی، از همیشه پشت سرت میامدم، من جوگیرت میکردم، خود با تو میفهمیدم چه رقم گپ بزنم. لالا تو خوب میفهمی که اگر ما را کم پانتون میخواندم اموجا میخواندم. با من گفتای من نکردین. چیزی که ما خواست آرزو داشتم شما رو برآورده کردن نتونستین. از او خاطر ما تو چی میخواستی او بچه، اینقدر مردمی که در افغانستان با چقدر مشکلات درس میخوانه، تو از او قدر زیاد مشکل داشتی؟ مشکل من موتر بود. من باید با موتر میرفتم پانتون. من موتر ندارم، از اون خاطر من به تو را گفتم که برای من بچه‌ای که اینقدر در افغانستان پانتون میخوانن اونا موتر دارن؟ لالا من احترامت دارم، از خاطر مو دست پای بس. بخی از حرکت دیگه گپ نزن، مونده. دیگه نمیخوام گپ بزنی. احترامت دارم ولی من این گپ تو را قبول کردن نمیتونم که آینده ما خدا خراب کنم. من پس دوباره افغانستان برم. ما برات امروز تکت گرفتیم صبح نمیشه. هرچه عاجل این ظلم نکن. باید بری افغانستان. من نمیتونم برم. خواهش میکنم. از این بیشتر دیگه ما حوصله با من نمونده. من نمیرم آقا که من نمیرم. برو دیگه. من نمیرم آقا تو مزاق بدل بگی میره نمیرم برام بزنم. سیز گپ نیست یا جان. در افغانستان آمده شما روز نداشتم. کت از اون نگرد کت در پارک نرو در اونجا نرو کت سیلی او بزن. بچه، بیشی زیاد جان. اگر من اینقدر حساب خرابی میکنم حقش نیست که حالا بالای تو دست بالا کنم. به خاطر آیندهت میگم که باید بری آینده تا بسازی. امروز افغانستان به ما شما ضرورت داره. تو باید امروز بری درس تا بخوانی تا فردا بر افغانستان و کشور عزیز ما یک فرد مفید شوی. تو اگر کل جوانا قرار باشه که یکم بیان در کشورهای خارجی، پس افغانستان برای کی میمونن؟ من نمیرم. یکی خلاص نمیرم. من درست میفهم. من من چی میفهم. میگم برات؟ تو پلان گرفتی که من مردیجا برم اونجا تو چه خودت باشی. خوشت آمده ترکیه خوشت آمده. بفهمانی بشره که دیگه جانم، حوصله گپ با من داشتم. نمونده خلاصه. وطن خودم است. اموجا برو درس بخوان تحصیل کو از اینکه آینده جو شو. اینجا خود چیزی نمیشه. تمام روز در عیاشیستی، تمام روز در چکر زدن هستی. از این وطن بیگانه چی جور میشه؟ از این چی فایده داری دیدی که
اید نمیری طرف وطن خود. بیشی اونجا باور کن بیشی بیشی. گپ میزنیم بیشی. ما چیز یا جان نمیتونم حوصله کن. بار که درد دل خدا بگویم. تو وقتی برای من زنگ میزدی که میگفتی چی حالت داری سر کار هستی، من میگفتم ما سر کار هستم. تو چی خبر داشتی که من 10 روز در سر لب ساحل خواب شدیم؟ میلیون ها دانه دوست رفیق من در لب ساحل خواب شدن. چرا با تو کی خانواده‌اش گفتم تو فکر میکنه که آرام هستن، زندگیشان خوب هستن. ما به خاطر کی خدا در خطر انداختم، با قدر مشکلات خدا تا اینجا رساندم، به خاطر کی اومدم؟ من به میفهمم. خاطر شما اومدم که باش شما ما خو از درس ماندم، اقلا گفتم باش بیادرم خو از درس نمونه، ولی تو نمیفهم با تو چرا راست فکر میگه می‌کنی؟ زیا جان راست میگه. مشکل است شما مرا درک نمیکنه. درد ما از دیگه چیز است. درد ما از این است که ما وطن خود الا کردیم. درد ما از این است که ما حکومت خوب نداریم، از ما حمایت نمیکنن. امروز بزرگان جمع شدن یکی به سر دیگه میزنن. در فکر جوان نیستن، در فکر پیر نیستن، در فکر طفلان نیستن، در فکر مرد زن نیستن. میلیون ها تجاوز جنسی میشه در افغانستان، میلیون ها دوزی میشه در افغانستان، کلش از بیکاری است. یک کار برای یک جوان داده نمیشه. مردم میره درس میخونه، تحصیل میکنه، سندهای فراغت خود میگیره، کار برشان نیست. خب مجبور میشن کشور خود اعلا کنن، کشور خود اعلا کنن. همون زحمتی که همون خرکاری که در کشور دیگه کس میکنن. باور کنین که ما اینجا آمدیم اینجا روز خوش نداریم. اگر در افغانستان در مملکت خود ما اگر پادشاه باشیم اینجا زیر پای مردم هستیم، کار میکنیم. ما هم خوش ندارم. پس هر چی زودتر بدون کدام جنجال پس بخی برو دوباره با وطن، برو با درسایت ادامه بده. هر رقم زحمتی که اومد ما میگشم، ولی تو باید درست بخونی. دیگه از این بیشتر نمیخوایم که گپ بزنی. بیاین ترکیه، بیاین ترکیه جای بسیار خوب است. جای بسیار خوب است. یک شبش آرام، دیگه شب زیر ساحل است. بیاین ترکیه، بیاین. ترکیه جای بسیار خوب است. اگر از من میشنوین، من حیث یک جوان، من حیث یک آینده ساز افغانستان که حال ما بدبخت شده آمدیم با امید از اینکه زندگی ما جور شود، نه هرگز این کار نکنین. پس دوباره برگردین به کشورتان، به کشور زیبایتان، عزیزتان افغانستان. یک لحظه با کنار خانواده خود باشین. او خوشی ها، او امیدها، او آرزوها دوباره تکرار میشه. شما دیگه ترس از این ندارین که ما شما انتحاری شود دیگه شود. وقتی که ما جوان هستیم، امید هستیم، یک نیروی کاری هستیم، وقتی که ما از کشور خود فرار کنیم بریم به کشور دیگه، پس افغانستان کی میسازه؟ افغانستان آل امو جناب محترم دوستم صاحب که بیچاره آخرین لحظهش است، یا جناب اشرف غنی که اصلا پروای حکومت نداره، یا جناب دکتر صاحب عبدالله که هزاران بار با صداهای بلند، با بلنگوهای بلند برش صدا شد که بس کن، از کریم پودر، از لباس، از آرایش بس کن، اصلا شرمی وجود نداره. پس ما به خاطر خود ما باید تلاش کنیم، ما به خاطر اسلام ما به خاطر اعتقادات ما باید شما پیشرفت کنیم، نه به خاطر از اینکه ما بریم زندگی آرام کنیم. چون یکی از مسیج های حضرت محمد صلی الله علیه و بود، یکی از احادیث حضرت محمد صلی الله علیه و بود که وقتی که علامات قیامت یکیش این است که وقتی که دنیا آخر زمان میشه، اسلام رجوع میکنه به طرف کفر. پس ما نمیخوایم که این رجوع را کنیم به کشور بیگانه و به کشور خارجی پناه بریم. پس میریم به کشور ما، پس برمیگردیم به کشور ما. زنده باد افغانستان و زنده باد فرد افغانستان. اگر هزاره است، اگر پشتون است، اگر تاجیک است، هر اقلیت، هر اقوامی که هست، ما دوستشان داریم. جان ما هستند، عزیز ما هستند، یکی از عضو بدن ما هستند. ما بسیار زیاد خوش دارم و امید است که از حرفای ما پرحرفی نشده باشم. برادر کلان ما زیا جان آمده، خاص به خاطر زیا آمده که ما پس دوباره برم افغانستان. اصلا ما ترس ازی داشتم که چه قسم ما برم افغانستان، با کدام روی برم افغانستان، چون اینجا وضعیت خوب نیست، کار خوب نیست. میلیون ها افغان میرن کار میکنن، 1 ماه تا 6 ماه حتی 1 سال کار میکنن، پولی بر دستشان نیست که تا شهر بیاین. مثلا شهرهای ترکیه به قسمی هست که قسم نیست که از پروان حرکت کنی کابل بری 1 ساعت را بری، 12 ساعت یک شبانه روز وقت داره. گناه از یک شهر به دیگه شهر انتقال میافته، یعنی 6 ماه کار میکنن، پولی نیست. هموطنان عزیز ما، این پیام ما مربوط جوانا میشه. لطفاً درس و تحصیلتان ادامه بدین، کوشش نکنین که به کشور خارجی مسافرت کنین. امو زحمت و امو رنج داخل کشور خود بکشین، ولی نه در کشور بیگانه. این یک پیامی بود از طرف ما جوانا برای شما جوانای افغانستان. خدا کنه که برای شما مفید واقع شود. و همچین حالتی هم در افغانستان وجود داره که جوانا دانشگاه را اعلا کرده به کشورهای خارجی میرن
بعدشان به بسیار حالت فقر و تنگدستی مقابله میشن. و یک گپ من حیث یک جوان برای شما میگم که خواهش میکنیم از الفاظ بد در یوتیوب استفاده نکنید، در فیسبوک استفاده نکنید، در رسانه‌های اجتماعی استفاده نکنید، چون رسانه‌های اجتماعی در سراسر جهان، در سراسر دنیا گسترش پیدا میکنن. فرهنگ شما را نباید به دشنام بدید چی کنید که اشرف غنی فلان میمونن. نظرتان بتین ولی دشنام نتین. خواهشانه.